بیننده پرسیدن که کسی هست در ایران کار میکنه و از اونجا پولش رو از طریق اشخاصی هستن که در مقابل مبلغی پول رو در افغانستان یا جای دیگری برای خانوادهش حواله میکنن. آیا این کار درست است یا نه؟ کار حواله کردن یا وارد کار حواله کردن به شکل شخصی که حوالات بانکی است که از شرکت هایی است بدون ذکر اسم، شرکت های بین المللی است، در مقابل مبلغی پول شما را از یک کشوری به کشور دیگر انتقال میدن. بعضی بانک ها این کار رو میکنن. فعلا چون مشکل در افغانستان است که بانک های خارجی یا سفت کد در افغانستان بسته است و از طریق بانک نمیشه حواله کرد، بیشتر مردم، بیشتر افغان ها در کشورهای مختلف دنیا از طریق حواله این کار رو میکنن. حواله عبارت از دکانی از طرف مشغول یک تجارتی است، اکثرا همین برنج و روغن فروشی ها این کارا رو انجام میدن، خاروبار فروشی ها. بعد شما میرید در اونجا $1000 میدید، مثلا $10 میگیره، پول شما رو به افغانستان انتقال میده. اونجا میرید مثلا از سرای شاهزاده یا از مارکت های دیگری که در ولایت های دیگر هست پولتون رو از اونجا میگیرید. در اصل این کار اگر مخالفات شرعی درش وجود نداشته باشه هیچ اشکالی نداره. از جمله اینکه شرطش این است که طرف پول رو بگیره و کسی که اونجا باش پول رو میده شریکش هست، همکارش هست یا داد و ستدی با اونها دارن. به هر صورت اگر طبق ضوابط شرعی صورت بگیره و قبض یعنی به دست آوردن پول، تحویل گرفتن پول، مالک شدن پول، این یکی از شروطش هست، در این صورت اشکالی نداره که با اختلاف مبلغ یا در مقابل یک اجرتی این کار رو انجام بده. کلاً یعنی کار حرامی نیست، کار ممنوعی نیست در مقابل نقل دادن پول از جایی به جای دیگر کسی کمیسیونی بگیره یا که اجرتی بگیره. اینو دوست عزیز ما از ایران پرسیده بودن.